معلم عبید صدری استاد اسپورت درجه بین‌المللی باید و کشتین سامبو برای درجه بین‌المللی امروز ما در این چهاربینی که اشتراک داشتیم البته افتخار است که 61 اسپارتاکیاد دانشگاه تکنیک شیراز جانباز شد. در این مسابقه البته بهترین ها سزاوار جای اول شدند. ما با از میان دسته ساختمانچی‌ها قرار کاری بالا آوردگی امروز در تمام تیم نمودهای چهاربینی امروزه ما سزاوار جای اول یکم شدند و در جانباز مسابقه اسپارتاکیاد در عمومی جانباز دانشگاه سزاوار جای اول شدند. البته این افتخار است، این یک شرفمندی ورزشگرای این فاکولته نشان‌دهی در فاکولته در دانشگاه و یک سر بلند از نمود 8 نمود بین دانشجویان و 5 نمود بین استادان سزاوار جای اول شدند. البته ما افتخار میکنیم از این ورزشگران آموزگاران. امروز در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد قاسمی مسابقه 61 اسپارتاکیاد 61 دانشگاه تکنیکی تاجیکستان جانباز شد. من معلم تربیت جسمانی فاکولته ساختمان و معماری هستم و من فخر میکنم که چنین شاگردانی ورزشگری درجه نه تنها در بین استودنت‌ها دانشجویان بلکه در درجه بین ریسپوبلیکا یکی از اینها در مسابقه ریسپوبلیکا جای صدر جای سوم گشتند. ما در دستاوی هم در بین گروه‌های هم در همه مسابقات چطور که شما دیدید معلوم است ما صدر جای اول گشتیم. من تورای محمد امین در فاکولته ساختمان و معماری میخونم. در آنجا در مسابقه من جای سوم رو یعنی اشغال کردم. با این من افتخار میکنم. من جمشیدزاده محمد دانشجوی کورس یکمی فاکولته ساختمان و معماری میباشم و من امروز در مسابقه جای دوم را گرفتم و من خیلی خرسندم. خالق بیلال دانشجوی کورس یکمی سایه ساختمان و معماری میباشم و در مسابقه جای اول را اشغال نمودم. من از این خیلی خوشحال میباشم. من اچیل زکیر گروه 702 در بسکتبال جای اول را گرفتم و با این خیلی فخر میکنم. تشکر زیاد استاد عزیز. ما از داشتن همین خیلی استادان بزرگ خیلی فخر میکنیم. فخر از اون میکنیم که خیلی استادان دانشجویان ما رو درس میگن. تشکر زیاد استاد عزیز. مینادور هستیم. سلامت باشید. اول جزات خدمات از نام ماموریت دانشجو از نام کافدرای تربیت جسمانی برای اشغال نمودن جای اول در بین استادان و دانشجویان فاکولته ساختمان رو تبریک و مبارکباد نموده. این خیلی خوب است که راهبر فاکولته ساختمان اون نیز ورزشگر است، استاد ورزش است و ورزش بسیار شوق دارد و همه وقت با ورزش است.